خب روز دوم سفر من هست که امروز از کینگمن در آریزونا در جاده 66، خب یکی از شهرهای معروف جاده 66 در آریزونا است که سفرم رو با ماشین رو از اینجا ادامه خواهم داد. کینگمن در 1882 تأسیس شده به وسیله یک مهندس راه آهن، یکی از مراکز اصلی راه آهن بوده و بعداً بر اثر جاده 66 از نقطه نظر اقتصادی و جمعیت شهریش اهمیت پیدا میکنه. 37,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، ولی در واقع جاده 66 بوده که به این شهر قوت میده و محل رفت آمد میشه و شرکت های زیادی در اینجا به وجود میان، شرکت های کوچک و بزرگ، و ما همینطوری که داریم ببینیم پر از توریسته. به خصوص من چیزی که برام جالب توجهه توریست های غیر آمریکاییه، به خصوص تا به حال بیشتر من توریستای از شرق دور آسیا رو در اینجا دیدم که به کینگمن میان. در حالا جاهای دیگری هم از کینگمن به شما نشون خواهم داد. در شمال غربی آریزوناست و باز با هم گفتگو خواهیم کرد.